آیا مدیری موفق بودن میخواهید؟ پس خوب گوش کنید. سلام. میخواهید که تیم شما پیشرفت کند؟ اگر بله، پس فرهنگ آموزش رو در فضای کارگاه خود ایجاد و تشویق کنید. ساختن یک فضای آموزشی بر رشد و پیشروی دسته شما مساعدت نموده صفت کار و نتیجه ها را بهتر میکند. ما نباید از کارمندان خود تنها کار را انتظار باشیم و تمام. اگر که دانش و مهارت های کارمندان در روند فعالیت در کارگاه شما پیش رفت، حتما منفعتش به شرکت شما میرسد. کسانی که فکر و اندیشه های خود را برای بهتر کردن چیزی در کار پیشنهاد میکنند، قدردانی کنید. سرچشمه های آموزشی به مانند کتاب ها، کورس ها یا مستر کلاس ها را برایشان تأمین کنید. برای مبادله چیزهای آموخته تا نشست ها را تشکیل کرده وقت جدا کنید. اول خود شما نمونه باشید. درباره آن چیزی که می آموزید به آنها گفته، آنها را به آموزش تشویق کنید. پیشرفت و هر یک نتیجه به دست آمده را جشن گرفته قدردانی کنید. تحقیقات ها نشان می‌دهند که ساختن فضای آموزشی قابلیت‌های نوآوری و سازندگی را تا 25% افزایش می‌دهد. ناکامی ها را همچون یک تجربه آموزشی خوانده تیم خود را به از نو آغاز کردن و ادامه دادن تشویق کنید. تیمی که یک جایه می‌آموزد، یک جایه رشد می‌کند. ما برای کسانی که میخواهند درباره مناسبت با دیگران معلومات بیشتر داشته و خاصتا مهارت‌های اداره کنی را آموزند، پس ما کتابی چطور دوستان را به دست آوریم و به دیگران تاثیرگذاری می دیل کارنگی را به شما توصیه می‌دهیم و خوشبختانه ما این کتاب را در شکل مختصر، هم اودیویی و همچنین شکل خواندن با زبان تاجیکی ترجمه نموده ایم. شما می توانید با پخش لینکی در زیر نوار بوده از ما کتاب را درخواست کنید. خداحافظ.